سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید. حتما پی بردید که امروز درباره مرگ شهبال میرزویف صحبت میکنیم. جوانی تحصیل کرده که 22 ساله بود، اختیاراً به ارتش رفت ولی بعد از 7 ماه در نتیجه خودنمایی و زوری و بدرفتاری و ظلم یک همخدمتش مجروح شد و دیگر از جایش برخاستن نتوانست. گفتی اینجا فلشر بود. یک خوب کنفتو بارداشته دم خیلی خواهم جون تمام بیخواهد شد. بعد بلوم و برم وقت دود زدم که فرور خودت نمید نفرم کنی منو برین منو پگی سوتی چوری بگه بانسه ورستم. عثمان علی غیرتوف که میخواست با اصول تحقیرآمیز هاپ نزد همخدمتانش خود را نشان بدهد، شهبال را مسخره و تحقیر کند و بخندد، به کمر و حراممغز شهبال آسیب رساند و برای این کارش به 7 سال زندان محکوم شد و شاید حالا در آزادی است. سرنوشت شهبال که سال 2014 فرماندهان نیروهای مسلح تاجیکستان را در جامعه شرمسار کرد، آنها را تکان داد برای از بین بردن بدرفتاری چاره بیندیشند. مرگ شهبال در روز 1 فوریه دیگر بار این بحث‌ها را به خصوص در فیسبوک، اینستاگرام و صفحه رادیو آزادی برانگیخت. جوان 27 ساله بر اثر عاقبت‌های درازمدتی بیماریش درگذشت. اکثریت کاربران افسران ارتش تاجیکستان را تنقید و محکوم کردند که اجازه می‌دهند سرنوشت جوانان مثل شهبال با فاجعه بیانجامد و پدر و مادرشان را ماتم زده کند. ظاهراً مرگ نوجوان کاربر با نام وطن پرور را به خشم آورده است که با یک لحن تند و با خطاب به فرماندهان ارتش تاجیکستان در وبسایت رادیو آزادی چنین نوشته است: تا کی فرزندان مردم بیچاره را لطوکوب کرده به مرگ میرسانید؟ به شما مراجعت میکنم فرماندهان بیسواد ارتش تاجیکستان. فرزندان شما را اگر همین گونه آزار دهند چی کار میکنید؟ این بیماری دیدفشین شوروی را از بین بردن نتوانید، پس صدقه رتبه و وظیفه شوید. فرهناز عطایی و هم در فیسبوک فرماندهان نیروهای مسلح تاجیکستان را سخت تنقید کرده است که با گذشت سالها نتوانستند بدرفتاری با سربازان نو آمده را از بین برند. او میگوید بی‌انصافی است که مادر فرزند را با عذاب بزرگ میکند و او را در ارتش معیوب کرده به نزد مادر میفرستند. فرهناز عطایی و چنین نوشته است: اگر سربازان با یکدیگر چنین رفتار کنند مگر کشور را محافظت کرده می توانند؟ دیدفشین میشنویم ولی برای نیست کردن آن چاره نمی اندیشند. تا کی بچهای بیچاره رفته کلتک خورده معیوب برمیگردند؟ سبب گریختن فرزندان از ارتش هم همین است. احوال شهبال یک نمونه دهشت آور آن است. این نظر را از فریدون حکمتوف، یک کاربر وبسایت رادیو آزادی هم گرفتیم که میگوید علم آور این است شهبال را کدام دشمن و در جنگ معیوب نکرد. او همچنین حکومت را به بی‌پروایی نسبت به سرنوشت شهبال جوانمرگ متهم کرده است. شرح فریدون را همراه میخوانیم. این خانواده با صد امید فرزند بزرگ کرده برای سربازی فرستاده، اما او را نه سربازی بیگانه بلکه فرزندی وطنی خودمان زده معیوب کرد. از همه علم آور آن است که حکومت خرج نگاهبین مرحوم را درست تامین نکرد و یک سربازش، شهروندش، برادرش، فرزندش با درد و عذاب زیاد به نزد خدا رفت. کاربر دیگری در وبسایت ما نوشته است که معیوب کردن شهبال و سرانجام مرگ او به سبب بیماری طولانی بیانگر بی‌عدالتی‌هایی است که در جامعه تاجیکستان دیده می شود. شرح این کاربر را می‌خوانیم که خود را مسلمان معرفی کرده و با خطاب به شهبال مرحوم چنین نوشته است: در این عمر کوتاه خود چه ناحقی‌هایی را ندیدی؟ تو تجسمگر احوال جامعه امروزه تاجیکستان بودی. ناحقی و بدرفتاری در ارتش، ناحقی در دادگاه، محروم بودن از حق طبابتی درست، با سیستم فساد زده ارتش، دادگاه، تندرستی روبرو ایستادی، همش را در تن و بطنت چشیدی. در این میان یک مادری که خود را در فیسبوک رابعه حسن و معرفی کرده است می‌نویسد بعد آگاهی از سرنوشت تلخ شهبال او از عزمش برای فرستادن پسرش به ارتش برگشت. رابعه حسن و با اظهار تسلیت و پدر و مادر شهبال چنین نوشته است: من میخواستم پسرم را با سر بلند به ارتش بفرستم ولی بعد شنیدن چنین گپ‌ها چگونه دلت میشود فرزند را به خدمت سربازی بفرستی؟ واقعا برای معالجه شهبال پدر و مادرش بسیاری از مال و منالشان را فروختند. مردم هم پول جمع کرد به روسیه بردند و آوردند ولی هیچ دارو و جراحی نتیجه نداد. او که دیگر قدم زدن را از یاد برده بود در این 7 سال به سوال به تکرار خبرنگاران که میپرسیدند چی آرزو داری چنین یک پاسخ کوتاه میداد:
شهبال با این آرزویش حالا زیر خاک در زادگاهش در ناحیه اشت خفته است. واقعا درباره او هزاران شرح و نظر گرفتیم که در برنامه نمی گنجد، ولی اگر شما هم نظری دارید پس نویسید یا در ویدیو ثبت کنید، بعد تلفنی که میبینید بفرستید. از طریق وبسایت رادیو آزادی هم عین کارو کردن میتوانید. آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه دیگر.